با درود به شما عزیزان. بحث امروز بحثی است در مورد طرح صلح ترامپ و برخورد و سیاست دولت‌ها و مشخصاً اهدافی که تعقیب میکنه این طرح و اشاره‌ای به مواضع اپوزیسیون ایرانی که به هر حال سر این موضوع حرف زدم. تا اونجایی که به خود این طرح مربوطه، تنها جنبه مثبتش این هست که کشتار دولت و ارتش اسرائیل علیه مردم غزه را قطع کرده. لااقل مردم میتونن الان کشته نشن و غذا و دارو و آب و اینا تا حدودی بهشون برسه و به امید این باشن که از این به بعد بتونن سرپناهی داشته باشن و زنده بمونن. در غیر این صورت این طرح هیچی از حقوق مردم فلسطین نمیگه و سخنرانی ترامپ در پارلمان اسرائیل و در شرم الشیخ هم یک کلمه در مورد حقوق مردم فلسطین حرف نزد. بالاخره مردم فلسطین بعد از 80 سال مبارزه علیه اشغالگری دولت اسرائیل چه بلایی قرار سرشون بیاد، گویا قراره این مردم به عنوان اردوگاه موقت پناهندگان در اختیار دولت‌های قدرتمند قرار بگیرن، اونا ادارهشون رو به عهده بگیرن. این تمام طرح حقوق و جنبه های مثبتی هست که ظاهرا در طرح صلح ترامپ وجود داره، ولی حقیقت این هست تا وقتی که دولت مستقل فلسطینی تشکیل نشه و دو دولت اسرائیل و فلسطین به عنوان دو دولت در سازمان ملل دارای حقوق مساوی نشن، این مشکل فلسطین و اسرائیل حل نخواهد شد. حالا ممکنه ترامپ بالاخره با زور، اسلحه و توپ و موشک و بمباران حماس رو وادار به تسلیم کرده، باش. جمهوری اسلامی وادار به عقب نشینی کرده، ضربات کاری به جنبش اسلام سیاسی زدن و نیروهای متعلق به این جنبش ضربات کاری خوردن. اینا همش واقعیه. اتفاقا همین که میتونن جمهوری اسلامی رو اینجوری حاشیه‌ای کنن و حماس رو ناچار کنن بپذیره این طرح آتش بس که یک نوع تسلیم خود حماس هم هست، به خاطر شکست اون جنبش، شکست های پی در پی که از رأسشون که خامنه‌ای باشه تا خود حماس، تا حزب الله، تا سرنگونی اسد و تا تحت فشار قرار گرفتن حوثی ها و بقیه جریان تروریست اسلامی، همه اینا نتیجهش این شده که ترامپ بتونه این حرف رو بزنه و امروز پرچمدار صلح از طرف یک نئوفاشیست به اسم ترامپ داره اینجوری چرخانده میشه و تحت عنوان راه حل درست به خورد مردم داده میشه. واقعیت اینه که ترامپ شریک این جنایتی که دولت اسرائیل انجام داده تو غزه. این همه ویرانی و کشتار بیش از 70-80 هزار نفر مردم غزه، یک طرفش خود ترامپه و اگر این طرحو داده و حماس هم پذیرفته، به خاطر اینکه حماس شکست خورده. حالا ممکنه یه تعداد نیروی مسلحش هنوز بیان اسلحه‌شون رو بچرخونن، مردم منطقه رو تو همون حماس، تو همون غزه اعدام کنن، بکشن، قدر قدرتی کنن و بیرحمی اسلامیشون رو بازم اونجا به نمایش بگذارن، ولی در مقابل زورگویان
و زورمندانی مثل ترامپ و نتانیاهو شکست خوردن. یعنی یک جنبه پرچم چرخانی ترامپ و هم نوعان ترامپ در این منطقه به خاطر این هست که تونستن اسلام سیاسی رو شکست بدن. حتی اگر به تاریخ این تحولات برگردیم، چرا دولت‌های قبلی این کارو نکردن؟ چرا ترامپ دوره قبل این کارو نکرد؟ چرا نتانیاهو چند سال پیش این کارو نکرد؟ خب همه این دلایلی داره. به نظر من دلایل ریشه اصلیش اینه جنبشی در ایران راه افتاد تحت عنوان جنبش زن زندگی آزادی که بره رو از زیر پای جنبش اسلام سیاسی کشید، اونا رو بی‌اعتبار کرد. رأس اون جنبش خامنه‌ای بود که در ایران الان دیگه همه میدونن بی‌اعتبارترین جریان جنبش اسلام سیاسی در ایران و به تبع تأثیراتش در منطقه. بنابراین اگر اونا تونستن حمله کنن به جمهوری اسلامی، حمله کنن به حماس، حمله کنن به حزب الله و وضعیت اسد به این فلاکت برسه و اینطوری فرار رو برقرار ترجیح بده، همه اینا نتیجه اون جنبش بود که بره رو از زیر پای جنبش اسلام سیاسی کشید. متاسفانه خودش پیروز نشد هنوز. میبخشید که جمهوری اسلامی رو تمام سرنگون کنه و سکان قدرت رو به دست بگیره، ولی تبعاتش و تأثیراتش چنان بود که دولتی مثل نتانیاهو و ترامپ جرأت کردن بالاخره بیان این رقیبشون که از دستش گیر کرده بودن و نگرانش بودن تو تأثیراتش تو منطقه، بیان بزنن و شکستش بدن. و این شکست به اسم اونا تمام بشه، نه به اسم جنبش زن زندگی آزادی، و مردم باش قدرت نگیرن. دولت‌های فاشیست و راسیست اون قدرت نمایی رو نشون بدن. در مورد اظهار نظر جریانات و افراد سیاسی چپ و راست حالا شنیدم، خب یه تعداد که خوشحالن، فکر میکنن اتفاقی افتاده که آینده صلح و میاره به خاورمیانه، که من بین اعتقاد نیستم و فکر میکنم تا وقتی که حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته نشه این نوع طرحها میاد و میره و باز هم متاسفانه ما شاهد کشتار و جنگ و خونریزی خواهیم بود، یا اینکه دولت فلسطین تشکیل میشه و مردم به حقوقشون میرسن و به عنوان یک دولت متساوی الحقوق با بقیه دولت ها و از جمله با اسرائیل بالاخره یه زندگی تازه رو شروع میکنن. مسئله این هست که هیچ کدوم از این حقوق به رسمیت شناخته نشده در این طرح. اون چیزی که مورد بحث تمام جریاناتی که در این مورد اظهار نظر کردن، تنها لطفی که کردن گفتن خوبه که کشتار قطع شد، نتیجهش هم اعتراضات جهانی بود. من میگم این اعتراضات جهانی در ابعاد بسیار وسیع‌ترش در مقابل جنگ دهه 90 آمریکا علیه عراق هم شروع شد. چرا اونجا قطع نکردن؟ در موارد زیادی این جنبش اومده و اعتراض کرده. حتما تأثیر داشته، اینطوری نیست بی تأثیر باشه. بالاخره اینا فشار آوردن به دولت‌های خودشون و خیلی از دولت‌های غربی که متحد اسرائیل بودن اومدن مسئله فلسطین و تشکیل دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن. اینا هم فشاری بود، ولی مبنای این همه تحول، مبنای که جرأت کردن به جمهوری اسلامی حمله کنن، مبنای این که تونستن کل جنبش اسلام سیاسی رو زیر ضرب بگیرن، به نظر من فقط نتیجه تأثیراتی بود که
دیدن اون جنبش در میان مردم ایران دیگه جایگاه و پایگاهی نداره و همین باعث میشه که دست از سر جمهوری اسلامی بر ندارن. جمهوری اسلامی یا مثل حماس تسلیم میشه یا میزنش تا وقتی تسلیم میشه. این مسئله‌ای که هنوز رو میزه و من آینده‌ای برای این طرح نمیبینم به این شکل، مگر اینکه اینقدر تحت فشار قرار بگیرن این دولت‌ها، دولت مردم فلسطین رو به رسمیت بشناسن و حقوق شهروندی اون مردم رو به رسمیت بشناسن که برای خودشون تعیین سرنوشت خودشون رو به عهده بگیرن. در غیر این صورت این بحران به نوع دیگه‌ای، به شکل دیگه‌ای، در ابعاد دیگه‌ای ادامه خواهد داشت. منتها جنبش اسلام سیاسی دوره تاریخی خودش رو طی کرده و به نظر من دیگه هیچ جریان سیاسی جدی تحت این پرچم نمیتونه به میدان بیاد و اگر بیاد شکست فوری عایدش خواهد شد. آینده جمهوری اسلامی هم غیر از شکست و تسلیم چیز دیگه ای نیست. مرسی.